سلام. حدود یکی دو هفته پیش من یه ویدیو راجع به آقای محمد جرجندی آپلود کردم که خب خیلی هم از ایشون تعریف کردم، خیلی هم تمجیدشون کردم، کارشون را هم تحسین کردم و در نهایت هم بهشون گفتم که شما با توانایی هایی که داری دست از این بازی ها بردار که یک سری آدم پیدا میکنی، بعد میای به عنوان کارشناس جرایم سایبری اینها رو به سلابه میکشی، بعد مسائل شخصی هم با اینا پیدا میکنی. من که نمیدونم، من که از شما خبر ندارم آقای جرجندی، شما خودت مدعی هستی که کارشناس جرایم سایبری هستی، اما اگر واقعا شما در حوزه فضای سایبر صاحب دانشی هستی، من به شما پیشنهاد دادم که دست از این بازی بردار. این که بیای یه سری آدم رو پیدا بکنی، بعد بیای و یک سیرکی اون وسط را بندازی، بگی که خب الان ما داریم دست فاسدها رو داریم رو میکنیم. خوبه، نه اینکه بده. من اصلا مشکلی با این ندارم که ما بیایم آدمها رو آدمهایی که دارن جیب مردم رو میزنن، دارن مسیری رو میرن که به هر حال به 4 نفر آدم آسیب میزنن، خیلی خوبه از اینها حرف زدن. منتها با سطح دانشی که شما از خودت معرفی میکنی من مسئله دارم. من میگم اگر شما ببین، یه وقتی از شما صاحب یک سری اطلاعاتی هستی، یک سری اینفورمیشنی دست شما میرسه که میای و راجع به این در فضای عمومی صحبت میکنی، خیلی هم کار خوبیه راجع به هر کسی هر چیزی. اما یه وقتی هست که شما صاحب یک دانش و یک توانایی هستی. ببین، بارها و بارها من اینو در صحبتهای شما دیدم که شما وجاهت داری میدی به قوه قضاییه، شما داری به ساختار قضایی حکومت جمهوری اسلامی وجاهت میدی. من با این قسمت مشکل دارم. همون آقای قاضی که در اصفهان نشسته و شما بارها و بارها ازش صحبت کردی، یا اون آقای قاضی که در مشهد نشسته و داره با اون کلاهبردار همکاری و هماهنگی میکنه، شما حتی راجع به این آدم ها هم حرف نمیزنی. شما اگر تواناییش رو داری، اگر میتونی، خب اول بیا به این آدم ها بپرداز. مثل میدونی چی میمونه آقای جرجندی؟ مثل این میمونه که شما مثلا راجع به بحث قاچاق گازوئیل بیای 4 تا از این کولبرا و از این قاچاقبرای توی منطقه رو بیای معرفی بکنی، بگی ببین اینا دارن سرمایه های ملت ما رو میبرن، ببین چقدر آدم های پدر سوخته ای هن. خب این در رو کی باز کرده برای این آدم؟ این درها رو، این فضا رو کی فراهم کرده؟ یک سیستم باید باشه که این آدم بتونه گازوئیل از کشور قاچاق بکنه. یا مثلا موضوع مواد مخدر، همه ما میدونیم که بعد از اون قتل عامهای دهه 60 که میریختن و معتادا رو، حالا معتاد متجاهر یا هر چیزی، قاچاقچی ها و کلی هم توی سینمامون، توی تلویزیونمون، توی فضای فرهنگیمون راجع به مبارزه با قاچاق، همه قاچاقچی بودن، قاچاقچی ها آدمای بدی بودن، قاچاقچی ها داشتن به مردم ظلم میکردن و یک فضای ایجاد شد که ببین قاچاقچی‌ها چقدر آدمای بدی هن. بعد قاچاقچیامون امروز کیان؟ بعد از دهه 60 افتاد دست خود آقایون، به قول آقای رئیس جمهور سابق، برادران قاچاقچی. و میخوام اینو به شما بگم، شما نمیتونی بیای 4 تا مثلا قاچاق فروش رو، شما که خودت هم بچه کرمانی با این مسائل آشنایی داری، میدونی قاچاق یعنی چی، قاچاق مواد مخدر، کیا این کار رو انجام میدن، حتما میدونی. نمیتونی بیای اینا رو معرفی کنی بگی اینا آدم بدا، اینا میدونی اینا خیلی آدمای بدی هن. اون اصل کاری، اون سیستمه آقا، همه حرف من اینه، اون سیستم مشکل داره. آقای جرجندی، تو نمیتونی یه گوشه بشینی 4 تا کلاهبردار پیدا بکنی بگی من دارم با کلاهبرداری مبارزه میکنم. این سیاسی کاریه، این وسط بازی کردنه، این نمیخوام حرف بدی بزنم، صادقانه نیست کارت. حرفه‌ایه اما صادقانه نیست و من با این مشکل دارم. آقای جرجندی، شما نمیتونی بیای با معرفی 4 تا کلاهبردار
یک چهره مبارز یا ایران دوست، وطن دوست، چه میدونم دلسوز، آدم سالم از خودت معرفی بکنی، در صورتی که همه ما میدونیم اصل مسئله جای دیگه است. توی این سیستم، توی این مافیای اقتصادی خیلی آدم‌های دیگری هستن که تو حتی جرأت اسم بردن ازشون رو نداری، نکردی و نمی‌کنی. تو همون آدمی هستی که رفتی با وزیر ارتباطات براش رقصیدی، به معنای واقعی براش رقصیدی که اون تعرفه‌های روی اون موبایل و اون قرتی بازیایی که داشتن جمع بکنه. بعدش هم اومدی بارها ازش تشکر کردی. کی؟ همون وزیری که در حکومت جمهوری اسلامی داره فیلترینگ میکنه، داره به دستگاه امنیتی کمک میکنه برای رصد کردن، شناسایی کردن، زیر نظر داشتن. همون وزیری که بودجه داره تأمین میکنه برای خیلی از این بانهای مافیایی و امنیتی. بعد میدونی من وقتی مخاطب تو میشم آقای جرجندی، احساس میکنم داری به من توهین میکنی. من مخاطب تو هم، من کاراتو دنبال میکنم. من از این آدما نیستم بگم نه بهم گفتن، من که نمیبینم یه کسی برام تعریف کرد. نه، من مخاطبتم، تو رو دنبال میکنم، از نظر ساختاری کارت رو هم تایید میکنم، اما از نظر محتوایی خیر، تو داری سفید شویی میکنی. حالا چرا میگم سفید شویی؟ یه عزیزی اومده یه کامنتی برای من گذاشته که من تو ویدیو قبلی گفته بودم دزدیده که دزدیده، میگه که سفیدشویی میکنی. نه، من سفیدشویی نمیکنم. من لازم بود که توضیح بدم این مسئله رو و بهتون بگم که وقتی به شعور مخاطبان خودت توهین میکنی، باید به این نکته هم توجه داشته باشی که یک سری آدم پیدا میشن میگن که آقای جرجندی تو داری راه رو اشتباه میری. باز هم میگم انجام هر نقدی بهتر از سکوت کردنه، اما سطح توانایی و اون چیزی که شما از خودت معرفی میکنی آقای جرجندی، من هم دارم تو همین حوزه کار میکنم. من هم حوزه سایبری که از کارهایی که دارم انجام میدم، من میدونم که اگر بخوای اراده جنگیدن، اراده مبارزه کردن، اراده اصلاح کردن، نقد صادقانه کردن رو داشته باشی، بکش بیرون از این 4 تا آدم دعیوس بی پدر مادری که دارن جیب مردم رو به قول تو میزنن. این یه سیستمه، اینا فقط بازیگر این سیستمن، اینا کاری نیستن، رقاصن اینها. آقای جرجندی تو هم میدونی، منم میدونم، خیلی های دیگه هم میدونن. و من انتقادم به این بود. حالا یه واقعا بعضی وقتا توی این، حتی خب ماها عادت داریم دیگه، آدم‌های مختلفی میان و نظرات مختلفی میدن، ولی یه وقتایی یه چیزایی حال آدمو بد میکنه. این دوست عزیزی که اومده برا من یه کامنتی گذاشته، اشاره کرده که فکر میکنی یا همینجور فقط یه ویدیو توی مثلا یه محتوایی داری، ویدیو البته ایشون گفتن تولید میکنی. لازم دیدم که هم خیلی جدیتر با شما صحبت کنم آقای جرجندی، همین که به این دوستمون خطاب بکنم که اصل موضوع چیه و چرا فکر میکنم که محمد جرجندی داره وسط بازی میکنه. یعنی تو دوست داری یه کاری بکنی اما جسارت این که بیای وسط میدون رو نداری و خیلی کارها از دست شما برمیاد. آقای جرجندی اگر فکر میکنی که نمیدونی، فکر میکنی که آگاه نیستی کجاها رو میتونی بزنی، کجاها رو میتونی افشا کنی، کجاها رو میتونی رسوا بکنی، با من تماس بگیر، من برات میگم که چه کارهایی ازت برمیاد و چطور تو میتونی به این ملتی که امروز بازیچه مافیاهای اقتصادی، اونقدر مافیای اقتصادی در کشور ما داره خطرناک میشه و خطرناک شده که دیگه مافیاهای نظامی و امنیتی و سیاسی و اینا رو اصلا بریز دور، همه رو دارن به رقص وامی دارن این مافیای اقتصادی و سرچشمش هم از اون بالا دفتر رهبری و خود شخص رهبر بگیر بیا پایین.
همینجور شما تا برسی به یه آبدارچی داخل یک شرکت خصوصی، یک سیستم فاسد کثیف با یک بوی گندی را انداختن داخل این مملکت که رحم به هیچ صغیر و کبیری هم نمیکنن، همه رو درگیر کردن، پدر همه رو در آوردن. من میبندم. آقای جرجندی برات آرزو موفقیت دارم. اگه خواستی بیا، من بهت میگم که چه کار میتونی بکنی و چه کاری کمک کردن به همین مردمی است که شما داری سنگشون رو به سینه می‌زنی.